Assalomu alaykum xotin aziz. Dar Chechnya bdیم بعد دخترچم قدی بزرگ رفتیم یاد چیزر کلی بود خریدنی بعد دخترچم کوچولویم بیا مگزین بریم چیزی خوش رو داره که دختر ما گرفتم مگزین رو اومدم یک دفعه هری چچن قدی شناختیم مریم نامشون توضیح هم اون کس ما دوستی دارم 2018 بودی واقعا بعد شناختیم گفت شما یک جمعیشیم گفت من تاجیکستان گفت من تاجیک رو دوست می‌دارم گفت که چی کس چه هنر داریم گفتم خیلی معلمه گفتم هیجومم کلام هست گفت که گفت مرا هیجوم نمی‌بینی گفتم چه شما گفتم در هر قدمتون هست گفت کابینت هیجوم گفت نیمه تاجیک رو دوست می‌دارم تاجیک رو گفت چقدر من باور دارم گفت شما آن اگر کنین من شما رو بسیار زیاد باور دارم نسبت به این که هیجوم کنه که هیجا هستن شما رو باور دارم گفت من دعا کردم پیش خداوند که من یک آدمی رو روی که توبتی مرا که بهاده گیره گفتم مایلا او چون بیماری داشته بیماری دیل فربهی در چی میگن خیلی فشاری بلندی خون و او چی داشته گروه قد پیش آوردن با مشکل داشتن توبت کردیم بعد خیلی خرسان شد خیلی غیبگیم و این روزه عثمانی داده یک ما یک گروه میکردم مرا تکسی قد خونش پیدا میکرد رفته هیجومش میکردم با پرتیدورای دیگر هم میکردم شب مثلا روزه گیره میفرمادم شب پرهیز کردن از چیزایی که مثلا که از نقطه نظری تیپ میفرمونم شما هم خطابت کنیم بعد دوستی پیدا کردیم تو با اون دوستی میکنیم بعد اون کس با ما یک پیش رو گفت که کسی با تو دوستی میکنه گوش هیچ وقت پشیمون نمیشه گفت هیچ وقت کسی که با تو دوستی داره گفت تو بسیار گزنی با ایمان هستی با معرفت با فرهنگ بسیار با چی هستی گفت با این کار و با مهارت و جسور و ترس هستی گفت کسی که با تو دوستی میکنه و هیچ وقت پشیمون نمیشه که پامون گفتگی هستیم خواهی چچنی